این اولین ویدیوی بلند چنل منه از کوچه پشتی سالن، جایی که کبوترها خوشگل پرواز میکنن. روزمرگی من مثل آرایشگری دیگه نیست. من درسته که واسه همشون صبحونه میخورم، ولی من درس میخونم. اگه فکر میکنید همه آرایشگرا ممکنه یه روزی درس بخونن در کنار کار کردنشون، باید بگم که من دارم دروس دبیرستان رو میخونم، رشته انسان. یعنی اونجوری که از کتاب مشخصه، از این بابت که من پشت کنکورم کتابای تستم رو مشاهده میکنید و این خودم هم 19 سالمه، 4 سال سابقه کار دارم و الان 1 سال و نیمه که سالن دارم. سلام. وای چقدر سخته. چی سخته؟ این که جلوی دوربین هی خودتو ببینی، درس بخونی، بهش محل نذاری تا لحظه های طبیعی رو ثبت کنی، که البته انجامش دادم. من دارم درس میخونم برای کنکور، چون که آرایشگر شدن صرفا واسه خانواده من کافی نیست و من باید تحصیلات دانشگاهی داشته باشم و نقطه‌ای که هستم موفقیت محسوب نمیشه. هدف از این ویدیو فقط یه روز منو نشون دادن، یه روز رندوم. اینجا دوش گرفتم. خیلی معذبم. چطور هم این کارو میکنم؟ اوکی. اینجا سالن منه و موام که به هیچ صراطی مستقیم نمیشه رو بی خیال میشم، خودمو نشون میدم و میرم به سمت تمرین کردن ناخن‌های قرمز خیلی 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 بلند. این ناخن کارم آوا که بعداً دوست نداره این ویدیو رو ببینه که ازش گذاشتم. قطعاً کار حرفه‌ایشو ببین. اصلا هوا ندارم. بچه یه ساعت حال تعریف کردن از خودشه. حق نگذرم، واقعا کار خوب میده بیرون. یعنی اینجوری نیست که فقط از خودش تعریف کنه. حالا بگذاریم، من دارم ناخنامو کوتاه میکنم چون خیلی بلند شده بود، یعنی اذیت میکرد رسما. اینجا فقط لاک جلشو برداشته و میبینید که ذره هوا نداره. اون یه دونه رو خودم شکوندم. آره. و اینجا ناراحت از این که دوربین اومده روش. بشنفه؟ نون داریم. نون پتی؟ نون خوب. پتی سلامتی. نون ترشی خانم علیزاده جون. نون ترشی. تو اینو استوری نکنی. همه رو منو توی حساب دیگه دارن. بیا که نیستی داره بارون میباره. صدا بچه رو میبینی خداست. کرمانه حالا من تعریفشون. اینجا هم داره نگین میگذاره رو ناخنم. اگه بخوام آپدیت بدم بهتون، نگیناشو فرداش در آوردم چون خیلی زشت شده بود. همین. مرسی که نگاش کردین. خداحافظ.